مانی خوشبین میلیاردر ایرانی که 3 سال تموم منتظر مون که بوگاتی بولیدش برسه، ولی وقتی بالاخره تحویلش گرفت یه حرکت عجیب و غافلگیر کننده زد. مانی خوشبین یکی از 2 میلیاردر امریکایی تو سال 2024 این مدل خاص رو گرفت، اما وقتی نوبت ساخت ماشینش رسید کاری کرد که هیچکس فکرشو نمی‌کرد. بوگاتی اول ماشین رو با همون ترکیب رنگ آبی معروف و طرح فایبر کربن خودش طراحی کرد. میخواست بولیدش دقیقاً شبیه بتموبیل بشه، انگار مستقیم از گاراژ یه میلیاردر بیرون اومده باشه، کاملا مشکی، حالت استلود و مخفی کار. این فقط یک کاور یا رنگ ساده نبود، مانی از بوگاتی خواست رنگ اصلی رو کاملا پاک کنن و کل ماشین رو دستی دوباره رنگ بزنن. با 600 ساعت کار فوق‌العاده و دقیق 3 روز پولیش روی تک تک جزئیات کار کردن تا جایی که ماشین مثل سفینه فضایی شده بود. این کار 200,000 دلار خرج اضافه روی دستش گذاشت و تحویل ماشین رو هم 2 ماه عقب انداخت. ولی عجیب ترین قسمت اینه که ماشین اونقدر پایینه که مجبور شدن با یدککش بیارنش داخل گاراژ. وقتی روشن شد صدای موتور اونقدر بلند بود که تو کل خیابون میپیچید.